اومدیم بازارچه قلعه رودخان با حال و هوای پاییزی. تا آخر ولاگ با ما همراه باشه. چند بالا؟ حسن او شاخه حسنی کشک بادیانجونه سالن سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازارچه قلعه رودخان با حال و هوای پاییزی. امروز جمعه 14 آذر ماه و ساعت حدود 11 صبح. از اونجا که دومین ویدیو پربازدید کانال ما مربوط به بازارچه قلعه رودخان فومن هست، تصمیم گرفتیم که ولاگی از حال و هوای جذاب و دوست داشتنی پاییزی این بازارچه و البته بعد از بارندگی رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. پس تا انتهای ولاگ با ما همراه باشید تا با حال و هوای این بازارچه جذاب محلی آشنا بشیم. قلعه رودخان دومین مکان گردشگری تاریخی شهرستان فومن بعد از ماسوله هستش که در 30 کیلومتری شهر فومن و 50 کیلومتری شهر رشت قرار داره. مسیر پلکانی این قلعه به 1000 پله معروفه، ولی تعداد دقیق اون 1600 تا پله است که حدود 1.5 ساعت از این بازارچه فاصله داره. شور و شوق و جذابیت و حال و هوای این بازارچه در آخر هفته ها و روزهای تعطیل بیشتره. پیشنهاد میکنم اگه برای شما جذابه این تایم ها رو برای گردش در این مکان انتخاب کنید. مسیر دسترسی به این بازارچه که ابتدای راه رفتن به قلعه هستش بعد از گذشتن از جاده های جنگلی، پل و رودخانه و همچنین ورودی در دسترس شماست. طبیعت و سرسبزی اطراف رودخانه به همراه غذاها و خوراکی‌های متنوع و خوشمزه و رنگارنگ گزینه خوبی برای پر کردن اوقات فراغت در آخر هفته، به خصوص همراه با خانواده در فصل‌های گرم ساله. امروز که پس از بارندگی هوای تراوت خاصی داره، جای شما عزیزان هم حسابی خالی. توضیحات بیشتر رو در طول ویدیو و ولاگ برای شما عزیزان گفتم. اگر دوست داشتید میتونید سویت های این بازارچه رو هم برای اقامت اجاره کنید. اگر دیدن جاهای دیدنی این شهرستان یعنی شهرستان فومن هم برای شما جالبه، مثل گردش در جاده زیبای ماسوله و شهر زیبای اون در فصلهای مختلف سال، به پلیلیست شهر فومن کانال ما سر بزنید. راستی اگر به گیلان و گیلانگردی هم علاقه دارید حتما ما رو سابسکرایب کنید. لایک، کامنت و حمایت هم فراموش نشه. شیمی جانر من بمیرم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. این اول این چیزو بدون نشون بدم. این قبضه 115,000 تومان ورودی پیشتازان سازندگی گیلان. 115 تومان جاده هم که دیدید از این ورودی به بعد جاده چقدر داغون بود. 115 تومان پول چیه من نمیدونم. شما برای ما کامنت میذارم. جمعه شلوغه. این فضای پاییزی. حالا آخر سر این پایینه رو براتون میگیرم. فعلا بریم بازارچه رو بگیریم. این چوبام که قیمتشو نمیدونم برای کمک بالا رفتن. این هم محصولات محلی. چوچاق خوش شده. آب غوره نارنج. راستی بنا نه خودت نه خودت نه اصلا نباشه. اینی چنده بلاد؟ دونه 50. قیمت خدا هیچ چیزی اینه 50 تومن. ما الان میام اونجا اینقدر اوشک میکنن 70. صنایع دستی. این میدونه که دور میزدن. شوک دستی.
مرجون سلام سلام مرجون های خوشمزه خوب بود آهن ساخته که از این جسد جمال اینا هاپوت رفت طرفی میاد هاپوت رفت من گوجه 12 نفر است یادگاری خوراکی ها شروع شد سمبوسه شیشلی آش دو یه چایی هم این غرفه ها تازه اضافه شده ولی قبلی ما رو ببینی این نیست دست نه ورودی سمندشو دیدی 250 تومن اینجا یه ماشین اول بسم الله یه ماشین خرید سمندشو ببینید پسر ما کادو خودش گرفت این ورودی بازار قبلا اینجا دور می‌زدن الان اینا رو اضافه کردن اسکای پلیس چه کباب همه چی داره نه کسی با لباس ما از اون آقا بگو شاید هم فلانشون بود خوشگل هوا یکم سر اینم سرهای دستی خانم زحمت کش خوشگار داره با کاکا دست شما دارم ممنون بفرمایید در خدمت باشیم عکس باده واسه غذای طبیعت هم برای عکس گرفتن داریم با دوستان بفرمایید عکس نمیگیریم در خدمت باشیم بفرمایید
بفرمایید خانواده محترم غذا می‌دیم. رستوران خوشگلی. خسته نباشی عمو. سیب زنگ سرخ کرده داره. رشته خشکاره، سمبوسه. اون چیه؟ نون شیرماله. شیرمال داخلش چیه؟ داخلش مغز گردو، دارچین، شکر. دونی چند میدی؟ قابل نداره 50 تومن. 50. دست شما دارم سیب زنگ سرخ کرده. این جوراب هم داره. جوراب پشمی دارم. جوراب پشمی. جوراب پاگونوایی دارم، شالوکولا دارم، شریل دارم. حاج خانم آقا دارم. پابلومه دارم، گاویج دارم. دست شما دار نکن. خسته نباش. ممنون میشم. چه جای خوشگل. این چیز مسروی. اسمش نمیدونم چی. اینم چای آتشی. چای شما خالی. بفرمایید غذا می‌دیم نمی‌کنید. دست شما دارم. خود پالشی هم بالا جا نشستن استراحت غذا خوب با کیفیت بفرمایید. که اصلا نگیری پشیمون. چای قهوه خواهی، چای سالمکی قیمت نداره. بریم بالا براتون فیلم بگیرم. ولاگ بازارچی بارونی ما رو هم بگیر دوست داشتی. خدا کیاش اینم دلار. سلام سلام. اینم ترشیجات جو نخته کیوی ریسی لغوشک. اینم ترشیجات اسماش بکنیم رنگش خوشگل. قایمه برای تو بگیر. سلام سلام. چای فروشی. دستگاه مالش چای. چای ترش. سلام چوبی. برنج کته میاد که داره میست. جواد آب جوش داری؟ برگشتنی بیا جواد. شاید بی بی سی. خرسنم. اینم غیر غروب.
خیلی که دوست دارم. ماشین کفا سلام. خسته نباشه. اصلا کیلو چنده؟ 580. معجون‌های محلی با غذای من پشت یونانی بهش میگن. اینا میگن دیگرشتی. خوراکیاشون میشه بلی در ایرانی 20 تومن، خارجی 150 تومن. بابت بالای سیامو هم نیست این سر ناچه سیده میکنم خسته نباشه ها چهار نبودی هم پاره بپاشن لباسای رنگی رنگی یعنی مثل آبیدو شد باید بیاد تا اینجا موقع که چای کم بخواد بریم میزنیم چای همون شما خورد جان چه چای باید غلیظ آقاب آلوچه خوب بهار نارنج خوب کیوی آلوبالو چوغالخته این هم پاپوش های بچه کنه خوشگله براتون این طبیعت هم میگیرم خیلی من بازارچه رو کامل بگیرم همین راه رو برمیگردی خب یا راش برمیگردی همین راه باید دوباره برگردی یعنی دو تا اینجا که بارو داره یه غذایی خوشمزه اینم مرغ میرزا قاسمی این کشک بادیمجونه اینم مرغ و سیزن کوکو هم داره شامی این هم بادیشگاه عطر ما که گشتم شد این هم جای نشستم برای خوردن بریم بالا حالا هوای پاییزی اینجا قطع کنم یه سیو بشه ادامه بده عکس بخواه حالا هوای پاییزی
آینم براتون بگیرم. بازارچه 4 هوا عالیه. یا ماهی هم داره. این ماهی فکر کنم فسنجوره. شامی مرد گفتش این قرمه سبزی کنم با مرغ به موقع ترشه بیارش شلو کشک بادمجون رضا قاسمی آش دو آش رشته اینجا میشینین میخورید اینجا یخ پرورش داره. باقالی پخته خسته نباشه آقا. ممنون. یه طبیعت انگیزم باهاش بریم. اینجا ماشغال میزه واقعا. دست دیلا موبایل تو شهر اسکمو از این چه عاشق چا سنکفا بفرمایید با یعنی چه درشون آدم یه دونه بزنید مجبونه بفرمایید سال کوهی من چی؟ فروشنده ی اصل کوهی اینا چی هن کلیه؟ یه تست بزنید بالا اینا معجون زعفرونی با 7 تا مغز اصل ارده کره بادوم زمینی بمب انرژی برای صبحونه میامد نه زحمت نکش یه فستیشن بفرمایید بچه خوشمزه خیلی خوشمزه یه صبحونه و میانورده فوق العاده است عالیه دستتون نرم نوشید خیلی خوشمزه بود بگیرم این چیه؟ سلام ترشه تره؟ ترشه تره اینجا داره این فسنجونه؟ این مرغ ترشه این مرغ ترشه
دست شما در نکنه. هرچی جلوتر میری کاملتر. این زیتون های رنگی این ترشی انبه است. زیتون بنفش. این باقالی پخته تو من خواهیست هم نمیخواه ولی تو این هوا میشه. حتی غذا دارم دیوونه میشه. هوا بالا براتون بگیرم. اینم قیمت چوب دستی بزرگ 35 متوسط 25 و کوچیک کدومو بعد اینجا یه بازار فرقی یه ساعت اینجا تست نزدید پیش سوم برمیگردید. بفهم خسته نباشید. تست هم داریم ها. چی بگیم مقوی الان؟ پایین خوردیم یکی هم دست شما رو کوتاه دست شما دارم. درود بر تو مهربون. واقعا عالی. کدوم خواه خانم؟ آبی شما اینو تست بدن. خوشمزه. جایی خوشمزه تستونه رو دعوا میکنم. من دختر هستم. اینم اینم میشه با تم پستش 12 تا مغز داره. سر صبح با رایس کیک کنیم. حالا دستی جنوبی عطر بهتر به ناموسن مای کبابی هم داره رزل کبابی آماده امیر بفرمایید. چند نفرین؟ 8 نفر. نوات هم داری؟ بله. با نوات 250. Tarih nişan değil. Bir tane İngiliz ama. برو مزاحمش
با پیمانی هم اینجا بود اومدی نشسته با پیمانی این طبیعت پایین رو براتون میرم میگیرم جلو. همونجا نقطه داره چون میریم پایین مواظب باش، کیسه یکم سره. خسته نباشید دوستان، بفهم ایدم باشد دوست و خوشمزه انرژی و یه قله رو بتونید فتح کنید دوستان. خسته نباشید بفهم دستم بریم دست بزن انرژی بگیرید. سلام، السلام. پیاده بویم واقعا طبیعت این یکی که قشنگ. فکر نکنم بالا به یک ساعت 42 دقیقه. هم طبیعت پاییزی داره. نفسم گرفت.
این از قبلش درد میکرد؟ کلا خوشگل. خوردم هم دست دارم عرضه نمیخوری پایین اینا به ما دادن دست دارم چون بچه کوچیک داری این کل مسیر نمیتونی بریم تا یه حدودی میریم برمیگرد اینم چای زیاد وزن نمیگیره سم بعدی خیلی عالی. جان مادرتون جا آشغال نریزه میخوری این با خودتون ببرین زیادم دور نیست از آشغال 2 دقیقه دستتون بگیری گن نکشین به طبیعت یا اون بعضی نیاز بسید چی بگم نه؟
نگاه کن. جای شما از دان خالی و رودخانه زیبا با این ویو. کباب و بابیش‌های تازه. با هفت یا بدون هفت؟ هر جور برای موضوع داغ کنیم هوا. پل معلقش ساییه که میگه نیومدم بعد هم فیلم میگه اونا نمیدونم چی رفتن اونور فقط جای سواله. همین اول ورودیه که بودم براتون فیلم میگرفتم من میگم بیه خوشگل این بسته است 40 تومن. سویت هم برای اجاره است. اول ورودیش میتونیم اجاره کنیم شب بمونیم. این توی این بازارچه است.